لیفان ایکس 60 رو با بوکسل و تناب کشیدن آوردن پیشمون که ماشین خاموش شده بود، روشن نمیشد. از بنده خدا پرسیدم بنزین تموم شده یا نه، گفت نه، آمپر من چیزی رو نشون نداد. ما چک کردیم دیدیم سرش هم برق میاد ولی بنزین به سوزن انجکتورها نمیرسه. رفتیم راه سوخت رو چک کردیم دیدیم نه، بنزین نمیرسه ولی برق تا خود پمپ بنزین میرسه. پمپ بنزینی که باز کردیم دیدیم خالیه، اصلا بنزین توش نیست. بنزین ریختیم و خلاصه سوخت رو رسوندیم تا خود سیلندر ماشین رو روشن کردیم. بعد متوجه شدیم که این شناور پمپ بنزینش خراب شده بود و درجه بنزین رو نشون نمیداد و رو همین حساب ماشین خاموش، بنزینش تموم میشه خاموش میکنه. فکر میکنم ماشین خراب شده و ما اومدیم اینجا متوجه این قضیه شدیم. بدبختی اینه که قطعات این ماشینای چینی خیلی سخت گیر میاد. این نکته جالبی بود، دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم.